شرکت برق تاجیک سبب‌های بالاروی نرخ نیروی برق در تاجیکستان را شرح داد. این شرکت شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت سبب اصلی بالا بردن نرخ نیروی برق این پوشانیدن قرض‌های شرکت میباشد. با گفته مسئولین شرکت بر اساس خلاصه‌های متخصصان بین المللی، شرکت برق تاجیک با ترافه‌های فعلی نیروی برق نمیتواند قرض‌های خود را بپوشاند و از این رو ناگزیر است که نرخ نیروی برق در تاجیکستان باید بالا برده شود. با این همه مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند اهالی کمبیزات کشور باید از این خبر ناراحت نباشند، زیرا مبلغی حق استفاده برق آنها را بودجه پرداخت میکند. با این همه مسئولین شرکت برق تاجیک ادعاهای قبلی خود را تکرار کرده میگویند صرف نظر از بالاروی نرخ، حالا هم نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان یکی از ارزانترین در میان کشورهای سابق شوروی است. اما بالاروی نرخ نیروی برق در این شب و روز یگانه مشکل ساکنان با قوه برق نیست، بلکه اکثر ساکنان تاجیکستان از مناطق کشور شکایت میکنند که در این شب و روز برق را طریق لیمیت میگیرند. هرچند شرکت برق تاجیک وجود لیمیت را قطعا رد میکند و میگوید با سبب گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی مجبور است موقتا دادن نیروی برق برای ساکنان مناطق قطع کند. در عموم بالاروی نرخ نیروی برق برای ساکنان کشور یک خبر بسیار ناراحت کننده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.